ببخشید من مجبور شدم که صحبت‌های آقای کریمی رو قطع بکنم، چون کیفیت صدا و تصویر اومده بود پایین و میدونم که کار جالبی نیست، چون ممکنه که رشته کلام از دست ایشون در رفته باشه، ولی به هر حال چاره‌ای نبود، چون مباحثشون مهم بود. گفتم که این تاریخ‌ها و این چیزها از بین نره. الان تو این فاصله کامنت ها بازه، یه سری هم که دنبال خط 4 آدیداس و زیر بغل مار میگردن. یکی آمده نوشته نمیدونم کمونیستی، اون یکی نوشته چرا فلانی نیست. که آقا به شما چه که چرا فلانی نیست، به شما چه که من چی هستم. منطق رو نگاه کنید، استدلال رو نگاه بکنید، ببینید توجیهات طرف، دو تا چهارتاش، منطقی که به کار میبره درسته نادرسته چیه. آقا این چیه واقعا؟ این سوال ها میان درخواست میدن که وصل بشن به این لایو. حالا من نمیدونم مثلا چیه واقعا، برنامه یه عجیبیه واقعا. سلام میلا جان. میلا جان صدا منو داری؟ میلاد، اول واقعا من شرمندم صحبتت قطع کردم. امیدوارم که سررشته کلام از دستت در نرفته باشه، ولی واقعا چیز بود. ببین الان تصویر که تقریبا نیست، یا من خیلی بد دارم دریافت میکنم، صدات هم ضعیفه. وی پی ان زدی میلاد؟ خب الان یه مقدار بدتر شد حقیقتا. میلاد واقعا چه زندگی ما داریم. ما هر روز صبح که از خواب بلند میشم، وقتی که از خودم بعضی وقتا میپرسم که آبه چرا کار سیاسی میکنی، چرا زندان میری، چرا همیشه باید استرس اینی داشته باشی که نریزی تو خونه، چرا همیشه باید با این وضع زندگی کنی، و که اندکی دچار تردید میشم به محض اینکه اولین کار کوچکی دارم و میخوام برم تو اینترنت، و اون وقت مجبورم 100 تا فیلتر شکن و وی پی ان استفاده بکنم که پیام به نفر بدم که سلام، یا فلان عکس فیشو، یا فلان مدرک، یا فلان عکس کتاب برام بفرست. من نمیتونم. اون موقع این نتیجه کار درستی انجام دادم، واقعا کار درستی انجام دادم. توی سال 2023 لنگ یه اپلیکیشن و یه پیام رسان و یه اینترنت بودن دیگه واقعا اصلا ننگ تاریخ، انصافا ننگ. ما همچنان باید منتظر باشیم که میلاد بیاد. ببخشید دوستان.
مثل اینکه میلاد اومد. میلاد جان صدای منو دارین؟ خب الان خیلی بهتر شد از سری قبلی که دیدیم. الان صدای من میاد؟ الان بله صدات میاد. میلاد بازم ببخشید من صداتو قطع کردم، واقعا فقط میخواستم بهتر شه. امیدوارم که رشته صحبت از دست بیرون نرفته باشه. من صدای میکروفون خودم میبندم و حرفای شما رو گوش میدم. آب جان شما از دوستان عذرخواهی میکنم، این دیگه وضعیتی که اینترنت که به طور من نمیدونم تا کجا در واقع صحبت‌های من پخش شد یا شنیده شد. خیلی وجود اردیبهشت 1300 نزدیک به سید ضیا و نخست وزیری بسیار بالا 79 نفر از 90 نفر در مجلس شورا و بعدتر 29 نفر از انتخاب شد. این که چرا یک نماینده طرفدار انگلستان شاه منتظر رأی تمایل مجلس بود که شاه حکم نخست وزیری اون رو توشیح کنه و بشه نخست وزیر ایران برای دومین بار. سید ضیاءالدین طباطبایی میشه در بحث نقش با یک همونطور که قبلتر هم نوشتم توی صفحه‌ام در دسترسه، یک تصویر مجلس میگذاره که مشهور به قانون 29 مهر 1326 که در بند آخر اون قانون در واقع دولت مکلف میشه که امر ملی شدن نفت، پس ابتکار دولت معنای خاص این که چطور میشه نخست وزیر ایران بود. منتها ممکنه نمیخوام وارد سیر میلاد جان ببخشید. میلاد من صبر کردم بلکه این به مرور که میره جلوتر درست بشه، ولی همچنان صدا کاملا ناواضحه و شنیده نمیشه صدات. من حالا اگر اشتباه نکنم من کامنتارم باز میکنم، فکر کنم بقیه دوستانم نتونسته باشن حرفاتو بشنون، چون علامت‌های گریه که میاد فکر کنم نشون دهنده اینه که به صدا و تصویر دسترسی نیست. حالا نمیدونم جاتو میخوای عوض بکنی، اگه اینترنت دیگه هست، اگه ایرانسلی برو همراه اولی برو ایرانسل، هیچ کدوم نیست برو وای فای. آره دیگه الان دوستانم توی کامنت ها الان دارن لعن و نفرین میفرستن به کسایی که خلاصه مسبب این وضعیت اینترنت هم و حدس هم درست بود. متاسفانه صدات شنیده نشده توسط بچه ها. ببین راهی چیزی اگه هست امتحانی بکنی. نمیدونم چی بگم واقعا. خب میلاد بیا یک کاری انجام بدیم. من الان شروع میکنم یک تیکه از بحث رو
جلو میبرم. تو این فاصله ببین سعی بکن ببین اینترنت رو میتونی تغییرش بدی، چون به حال دوستانم نزدیک ساعت 10 میشه با اینها. فقط لطفاً اوکی شدی روی تلگرام به من یه پیام بده که من متوجه بشم باز بکنم، چون به محض اینکه این قسمت ریکوست ها رو باز میکنم یه عالمه آدم هستن میخوان بیان توی لایو، به من نمیفهمم چرا، واقعا همچنان برام عجیبه. خب برای اینکه چیز بشه بذارید من این رو قطع بکنم و قسمت ریکوست های چیزم باز میزنم، ولی خب بعدم یادم باشه تک به تک خدمتشون برسیم. خب امیدوارم که مشکل میلاد حل بشه، زود به ما بپیونده. من یه خلاصه خیلی کوچکی شروع میکنم دادن. تلاش من در این قسمت صحبت ها اینه که چهارچوبی از وضعیت جهان، وضعیت خاورمیانه، وضعیت ایران، قدرت‌های جهانی و آن چیزی که در واقع اتفاق افتاد و رسید به دولت قانونی و مردمی دکتر مصدق، و از اون مهمتر مصدق واقعا اونقدری توی این ماجرا مهم نیست که خود مسئله ملی شدن صنعت نفت. من این خلاصه کوتاه رو میگم و امیدوارم که تا این بخش تموم میشه میلاد هم چون بحث خیلی خیلی مهمی داره بتونه اینترنت رو درست بکنه. ببینید دوستان، مسئله ایران و بریتانیا به هیچ عنوان خلاصه در وضعیت ملی شدن صنعت نفت و سال 1332 نیست. مسئله ایران و انگلستان، مسئله ایران و بریتانیا برمیگرده به سال 1200 خیلی قبلتر از اون به خاطر اشغال و مسائل دیگه. حالا برای اینکه این چارچوب تو ذهن شما باشه و دچار به هم ریختگی ذهنی نشین، بیاین از سال 1889 شروع کنیم. یا آقای به اسم لورد کرزن یا جورج کرزن که سفری میکنه به ایران، میاد ایران رو میگرده و بعد یک کتابی مینویسه به اسم ایران و مسئله ایران. در زبان انگلیسی این کتاب تبدیل میشه به رفرنس، تبدیل میشه به منبع. کرزن معتقد بود که بریتانیا منافع عظیمی در ایران داره و یک راهبرد رو هم تبلیغ میکرد. میگفت چون روسیه بزرگترین رقیب و دشمن ماست، ما باید توی خاورمیانه و اطراف روسیه یک کمربند از دولت‌های اسلامی ایجاد بکنیم برای اینکه روسیه نتونه قوی بشه، روسیه تزاری، و نتونه رشد بکنه. حالا اون احتمال است کلمه توسعه تو اون کتاب استفاده کرد. دوستانی که اون کتاب زبان اصلی خوندن شاید بهتر بتونن راجع به اون کلمه صحبت کنن. و به هر حال میگه کمربند دولت‌های اسلامی باید به وجود بیاد تا چی؟ تا ما تیم روسیه رو مهارش کنیم. پس یادتون باشه وقتی که صحبت از کمربند کشورهای اسلامی یا به عبارت دیگه صحبت از کمربند سبز میشه، کمربند سبز همون معادل کمربند دولت‌های اسلامیه. پس یادتون باشه زیاد این درگیری رو محدودش نکنید به سال 57 خب و انقلاب 57 و روی کار آمدن روحانیون و اسلامگرایان و بنیادگرایان توی ایران. خب از اونجا شروع میشه. این آقای کرزن پیشنهاد میده که سال 1889 میاد ایران و هم پیشنهاد میده که ما این کمربند اسلامی رو درست بکنیم. روسیه تزاری برای منافع استعماری خودش، برای به اصطلاح منافع ملی خودش اجازه نمیداد بریتانیا بخواد کل ایران رو مستعمر کنه و برعکس. البته بریتانیا هم کاری با همه ایران نداشت. مسئله براش راههای آبی و کناره‌های راههای آبی، یعنی آن چیزی بود که راه دسترسی به هند بود، چه از راه دریایی و چه از راه زمینی. بدبختی بزرگ ایران این بود که در این بازی در جایی قرار گرفت که میتونست دسترسی زمینی بده به هند. هند بهش میگفتن جواهر بریتانیا. اگر هند نبود بریتانیا نمیشد. اون غارت عظیمی که اونجا شد، اون واقعا غارت وحشتناکی که تو بریتانیا، تو هند به قول خودش بریتانیا اتفاق افتاد، بریتانیا رو داشت بریتانیا میکرد، نیروی نظامیشو تامین میکرد و غیره.
متاسفانه ایران راه دسترسی بود، راه دسترسی زمینی، یک قدرت خطرناک برای انگلیس و اون روسیه بود. و در راه جلوگیری از این راه دسترسی همه کارهایی که از دستش برمیاد انجام داد. افغانستان رو از ایران، یه بخشی از افغانستان متعلق به ایران بود، جدا کرد، کشور افغانستان رو درست کرد، منطقه حائل به وجود آورد، با روسیه پیمان بست، ایران رو بین خودشون تکیه کردن، ناحیه جنوب خودش گرفت، ناحیه بی‌طرف گذاشت، ناحیه شمال حالا داد دست روسیه، اجازه نداد قدرت دیگه بیان. تمام مسئله این بود که راه دسترسی به جواهر بریتانیا یعنی هند قطع بشه. اگر در سواحل هم نگاه بکنید، همین کار در کانال سوئد و همین کار در جاهای دیگه هم اتفاق افتاد. متاسفانه ما خوردیم به اون قسمت راه زمینیش. سال 1917 لنین و بولشویک‌ها انقلاب میکنن. وسط جنگ جهانی اول پادشاهی روسیه سرنگون میشه، به جاش دولت بولشویکی سر کار میاد. اولین کاری که میکنه تمام معاهدات استعماری بین پادشاهی روسیه و ایران رو آقای لنین لغو میکنه. از دارایی‌های خود، بعدش هم از دارایی‌هاش میگذره، امتیازاتی که گرفتن لغو میکنه، اون تعهدات و دیون و بدهی هم که داشت در اثر اون قراردادهای ننگین روسیه پادشاهی تزاری رو لغوش کرد. اینجا دیگه گفتن که دو تا اتفاق افتاد. انگلیس‌ها گفتن که خب الان روسیه ریخت با هم دیگه ضعیف شده، تا لنین هم بخواد اینجا رو جمع‌جور بکنه، ما الان وقتش هست بریم کاروان اسلامی رو درست بکنیم، از عثمانی بگیر تا ایران، تا اون خانات و مزخرفات که تو آسیای میانه قفقاز بود و اینو اوکی بکنیم، مرسه چیزو ببندیم. ولی اون موقع نمیتونست. بریتانیا افتاده روی سراشیبی، هزینه‌های سنگینی داشت نگهداری این امپراتوری، همشون هم شاکی بودن. اصلا چرچیل با این شعار و با این توانایی که بودجه رو کاهش میداد و منافع و هی سعی می‌کرد از مخارج بزنه اومد و توی ساختار بریتانیا قدرت رو به دست گرفت. توی کتاب‌های مختلفی هم که بخونید افتخار هم میکنه، بودجه فلانو کم کردن، مخارج فلانو کم کردن، مخارج حتی به جایی میرسه که بعد از جنگ جهانی اول با اینکه پیروز جنگ بودن، برای حفظ آن چیزی که به دست آورده بودن و به خاطرش آمریکا رو دور زده بودن، به خاطرش فرانسه رو دور زده بودن، به خاطرش هزاران کار کرده بودن، ارتش درست حسابی دیگه نمونده بود براشون که بتونن نگهدارن. خیلی داشت فشار می‌آورد بهشون و مجبور شدن از خیلی جاها رو تخلیه بکنن. سعی کردن آمریکا رو وارد بازی بکنن که بین خودشون و روسیه بمونه. سعی کردن قیومیت ارمنستان و قیومیت کردها رو بدن با آمریکا. حالا زمان ویلسون بود اینها قبول نکرد. به هیچ عنوان آمریکا زیر بارش نرفت. و از یه طرف دیگه یه مسئله بود اسم حق تعیین سرنوشت که در جهان، شده جهان اون موقع چه جهان الان، دو نفر به این اسم شناخته میشدن که اینو در جهان باب کرد. الان کاسه بوز رو شکسته کردن لنین و میگن ببین لنین تجزیه طلب بود، میگفت حق تعیین سرنوشت ملل و اقوام و غیره و غیره، این برای این بود کشور رو تجزیه کنه. نه، ویلسون رئیس جمهور آمریکا به عنوان یک دولت لیبرال آزادیخواه خودش کسی بود که اینو تبلیغ میکرد، سفر کرد به اروپا، نمیدونم ترویجش میکرد و حتی انگلیس‌ها مجبور بودن سیاست خودشون رو جوری بچینن خب که از اصول 14 ماده ویلسون تخطی نکنن. یعنی همیشه سعی می‌کردن ظاهر رو حفظ بکنن که خودشون رو با این قدرت نوظهوری که آمریکا بود درگیر نکنن. به هر حال وقتی که در شوروی، در روسیه انقلاب شد، حالا حکومت شوروی بعدا وجود اومد و ویلسون هم زیر بار نرفت میانجی بشه بین نیروهای روس و مناطقی از عثمانی ایران و غیره و غیره، بریتانیا تصمیم گرفت دولت جدید دست نشانده رو کار بیاره. اومد با دو تا واسطه، وثوق الدوله که الان میلاد بهتر میدونه، اصلا هم سر وقتش توضیح خواهد داد، 130,000 پوند اون موقع به اینا داد. یه قرارداد از طرف شاه که اون موقع احمدشاه قاجار بود نوشت، گفتن که آقا قبول بکنید این آقا بیاد بشه سردار سپاه و رئیس الوزراء و غیره و غیره. خلاصه رضا شاه رو رضا خان اون موقع اومدن کاشتن اونجا. این قرارداد هم اسمش قرارداد 17 مرداد 1298. خب اینو تا اینجا داشته باشید. حالا میرسیم به چی؟ میرسیم به چیزی به اسم امتیاز نفت شمال، روسیه، خیانت حزب توده و غیره و غیره. ببینید ماها تو زندگیمون الان به خاطر اینترنت، به خاطر نبود آزادی‌های مدنی، به خاطر نبود آزادی‌های اولیه بشری به سری فوش میدیم. هم من میدونم کیان، هم شما میدونید. ولی مراقب باشیم ما به اینا فوش میدیم وقت یادم باشه که تو مدرسه از طریق صدا و سیما، معلم پرورشی ها،
نمیدونم معلم دینی ها، معلم تاریخ ها، چه مزخرفاتی که توی ذهن ما نکردن دیگه. مراقب باشید وقتی به تاریخ نگاه میکنید بدیهیاتون بدیهیاتی نباشه که معلم دینی ها و معلم تاریخ ها و معلم پرورشی ها و صدا و سیما و نمیدونم فلانی و فلانی گفتن. خب نمیشه اینا، هم اینا رو فوش بدی هم بدیهیاتمون اونا باشه. یکی از این مسائلی که تو ذهن همه رفته قرارداد نفت شما. حزب توده خائنه. چرا خائنه؟ برای اینکه اون موقعی که همه داشتن سر ملی شدن صنعت نفت تلاش می‌کردن، حزب توده اومد میگفتش که نفت شمال رو بدیم شوروی و این رفته تو ذهن همه ایرانیان که یک شوروی هم مثل بریتانیا بود، که حالا بود یا نبودش به من ربطی نداره، ولی این نکته که مصداقش میشه نفت شمال به من ربط داره. میخوام یه کمی راجع به این صحبت بکنم. پس کردن تو ذهن ما که شوروی، روسیه، حالا اسمش هر چی می‌خوام بذاریم، روسیه که دیگه پادشاهی نیست، حکومت پادشاهی توی روسیه کله پا شده، لنین انقلاب کرده، روسیه جدیدی حالا اسمش مقابل سوسیالیستی کمونیستی شوروی، اینو من اصلا کار ندارم، اومده قرارداد نفت شمال میخواد. این توی ذهن ماست. حالا من یه سوال دارم، نفت شمال ایران دقیقاً کجاست؟ الان نمیگم اون موقعی که سرش دعوا بوده این نفت شمال کجا بوده؟ توی زنجان بوده، توی نمیدونم تبریز بوده، توی گیلان بوده، توی مازندران بوده، توی سمنان بوده، توی خراسان بوده. این نفت شمال ایران که سرش دعوا بوده کجا بود؟ خب من یک سوالم اینه. دو، میگن قوام قهرمان بوده. الان چند سال مد شده آقای نمیدونم زیبا کلام، آقای فلان میان و شروع میکنن گفتن آقا اصلا قوام قهرمان بود، قدرش ندونستیم، یکی قوام یکی زاهدی. این اومد چرا اومد؟ برای اینکه ارتش شوروی توی ایران بود، ایران اشغال کرد و که اینو راست میگن، ارتش شوروی توی ایران بود، قسمت از ایران اشغال کرد و داشت یه سری کارا انجام میداد، اینش کامل درست، ولی قوام رفت و یه نفره آزاد کرد، راضی کرد شوروی رو برید شما برید و پیروزمندانه برگشت. الان هم چون نقش ازش تو تاریخ نیست، میان همین تاریخ نویسای جمهوری اسلامی و خیلی دیگه میگن که الان بعد از این اعاده حیثیت بشه. حالا من میخوام یک کمی راجع به این صحبت. اصل ماجرا در جنگ جهانی اول بریتانیا، فرانسه و پادشاه روسیه تزاری با همدیگه علیه آلمان و عثمانی متحدن، دارن میجنگن. انگلیس با اینکه فرصتش رو داشت از تنگه رد بشه و بزنه قسطنطنیه رو بگیره، تعلل کرد، فرمانده ناوگان انگلیسی مستقر ترسید، با اینکه گلوله‌های توپی که عثمانی شلیک می‌کردن اصلا به کشتی‌های رزمی انگلیس نمی‌رسید و غیره و غیره، خلاصه تعلل کرد، عقب کشید، ترسید و خیلی واقعا معجزه‌وار در سری رخ داد عثمانی با سرعت برق‌آسایی سقوط نکرد. در کشورهای بعدی عثمانی حتی تونست خودش رو جمع و جور بکنه و یواش یواش کار عجیب غریبی کرد. مثلا جنوب تحت حمله بود، داشتن مناطق عربش رو جدا می‌کردن، عراق امروزی و عربستان اینا رو. از شمال حمله کرده بود روسیه. چرا؟ چون روسیه انقلاب شده بود دیگه، روسیه تزاری نبود، فرصت پیدا کرده بود. بعد دنبال یه چیز دیگه هم بود، نفت قفقاز. منبعش هم بهتون میگم، اون موقع باکو دقیقاً بزرگترین شهر نفتی جهان بود، باکو. و خیلی عثمانی ها میخواستن این رو بگیرن تا دیگه ضربه کاری رو بزنن، از اینم برای امتیازگیری استفاده کنن که بعداً با انگلیس ها خلاصه بتونن ببندن سر مناطقشون رو بتونن فتح کنن. این جنگ جهانی هم. جنگ جهانی دوم اوضاع خیلی وخیم‌تره. هیتلر داره میاد منابع نفت شوروی رو بگیره. هیتلر هم شوخی نداره. و خیلی جالبه، اینو من نمیخوام تقلیلش بدم و ده ها عامل هست، بعد کارشناسا میان صحبت کنن، ولی همه دیگه اینو میدونن. آمریکا، نیروهای پارتیزانی فرانسه، بریتانیا، همه جنگ اون سمت غرب، با اینکه شوروی و هیتلر توی اول جنگ با هم قرارداد بستن که با هم جنگ نکنن، یکو هیتلر حمله میکنه به شوروی و نخبه ترین نیروهای اس اس و فلان همه رو میبره شرق، که خیلی ها بر این اعتقاد هستن که اگه تمام این نیروها رو به جای اینکه میبرد تو جبهه شرق تو زمستان روسیه امروزی نابود بکنه تو غرب نگه می‌داشت، اینا تو نورماندی هم نمیتونستن نیرو پیاده کنن و غیره و غیره. سنداش هست، کسایی که این مستندا ساختن نظامی نویس و کار نظامی میکنن، یعنی اصلا دیگه تو دعوای چپ و راست و نمیدونم این کمونیست اون سیویل داره اون لیبرال اون نمیدونم فلان اینا، نه اختیار کارش نظامی بود، اصلا نشسته مستند ساخته راجع مثلا نظامی، راجع به تیر و تفنگ و ترقه و هواپیما و موشک و مسائل نظامی ساخته و اون داره ادعا میکنه میگه که نخبه ترین نیروهای ارتش آلمان و هیتلر فرستاد به شرق و همین خاطر غرب فرصت کردن آمریکا و بریتانیا نیرو خالی بکنن و خلاصه نسخه هیتلر پیچیده شد. هیتلر داشت چیکار میکرد؟ من نوعی فکر میکردم که هیتلر مثل خیلی دیگه از
دیکتاتورها داره تلاش میکنه خودش اثبات کنه. ناپلئون نتونست، من میتونم. تو میدونی که ناپلئون رفت مسکو رو گرفت، در نهایت اونها هم عقب نشینی کردن، یخ زدن، نزدیک بود همشون هم نابود بشن. همه میگفتن، هر چون دارم اینو شنیده بودم، فکر تو ذهنم این بود که پس خب هیتلر هم اومد بگه که من ناپلئون شاخدارم، حمله میکنم. نه دعوا سر این نبود. هیتلر دنبال انرژی بود، هیتلر دنبال نفت بود، هیتلر دنبال انرژی بود. و کجا بود؟ این تو ناحیه قفقاز بود و داشتن حمله میکنن و واقعا مویی رد کرد. یعنی در آستانه این بودن که بگیرن، فتح بکنن. وقتی فتح کردن واقعا اصلا تومار چیزی به اسم روسیه برای همیشه در هم پیچیده شده بود که اون موقع اومدن از خط راهن ایران استفاده کردن، قطعات هواپیما رو تکه تکه میکردن، از طریق راهن ایران میبردن اونجا، میفرستادن روسیه، اونجا مونتاژ میکردن، تسلیحات رسوندن به روسیه برای اینکه تو جبهه ببخشید شرقی بتونن آلمان رو زمین بزنن و آلمان رو خلاصه از پا در بیارن. خلاصه اینجا هم مویی رد کرد. پس دقت بکنید، در جنگ جهانی اول و در جنگ جهانی دوم هر دوبار منابع نفتی کشوری به اسم روسیه، چه از نوع پادشاهیش چه از نوع حالا جدیدش که دیگه اسمش گذاشتن شوروی، تحت حمله قرار گرفته و مویی رد کرده. این بک‌گراند رو داشته باشید. خود شوروی هم نفت داره، اصلا نیاز به نفت کشور دیگه نداره، مثل انگلیس نیست که دنبال این باشه کشور دیگه رو بخواد نفتشون رو بردار ببره. یک دفعه شوروی میاد گیر میده، میگه من امتیاز نفت شمال رو میخوام، امتیاز نفت شمال ایران رو میخوام. و این خب خیلی مسئله مهمیه دیگه. چرا امتیاز نفت شمال ایران رو میخواد؟ آدم باید بره، سوال باید داشته باشه و بره تو منابع بگرده و چیزاشو پیدا کنه دیگه، جواب سوالاشو پیدا بکنه. این گذشت بعد از جنگ جهانی اول و دوم و اینکه رضا شاه رو اومدن گذاشتن اونجا و اینها، یک گرایشی به آلمان پیدا شد و که اینو حتما تاکید دارم که راجع به راهن آلمان بغداد بخونید و بعدم قرار بود که این وصل بشه به ایران، که چقدر مهم بود که اجازه ندن که این تشکیل بشه، این راهن درست بشه و غیره. به هر حال وقتی که گرایش نشون داد رضا خانی که اون موقع دیگه شد رضا شاه، خیلی راحت اومدن برش داشتن، ایران رو هم اشغال کردن. ارتشی که رضا شاه هم درست کرده بود مثل نیروهای بدبخت و بیچاره و یتیم تو خیابون‌ها بودن. اگر با پدربزرگ‌ها و پیرمردا صحبت کرده باشین، کسایی که سنشون زیادتره، واقعا با قصه و غم میگفتن که این سربازها ویلان سرگردان گدایی میکردن، نون و غذا و پادگانا رو تعطیل کرده بودن، تسلیم شده بودن. ولی به هر حال جلوی چش شاه کوچولو باباشو بردن، رضا شاه رو نشوندن تو کشتی و بردن تبعید. و این ترس هم همیشه در پسرش بود که بریتانیا هر وقت بخواد میتونه منم برداشت، هر وقت بخواد میتونه. و واقعا میکردن این کار، اصلا شوخی نداشتن. تو اون طرفی که قزاق بود برداشتن بردن کنن شاه. هر وقت همون موقع هم که خواستن برش داشتن، خب طبیعتا پسرش هم می‌خواستن برمی داشتن دیگه. ایران اون موقع نیرو داشت و ارتش درست کرده بود اصلا، ولی ارتش نتونست مقاومت بکنه. نیروها رو چیز کردن، آوردن روسیه و بریتانیا آوردن ایران رو اشغال کردن. بعدها قرار شد که نیروهاشون رو خارج بکنن. شوروی باز زد زیرش، گفتش که من خارج نمی‌کنم. خب کمی خارج نکردن منجر به چی شد؟ منجر به این شد قوام بره و شوروی رو راضی بکنه که آقا شما نیروهاتو خارج بکنین. الان هم میگن قوام بالاخره قهرمان بوده و بعد ازش تقدیر و تشکر و اینها هم بشه. خب حالا اینا رو نگاه بکن. تا قبل از انقلاب اکتبر 1917 و پیروزی لنین و فروپاشی سلطنت، روسیه دشمن شماره یک بود برای مردم ایران. دشمن شماره یک بود. هر دفعه اومده بود تیکه از ایران رو کنده بود، تیکه‌های مهمی از ایران رو کنده بود. خاک حاصلخیز، بازرگانی پر رونق، فرهنگ غنی جدا کردن و سپر طبیعی که ایران داشت با روسیه توی نواحی شمالی دیگه، از ارمنستان و آذربایجان و گرجستان و همینطوری تیکه تیکه جدا کردن و فرقی نداشت طرف چه کاره بود و گرش به کجا داشت، به خون روسیه تشنه بودن و دشمن شماره یک میدونستن. وقتی لنین اومد همه این قراردادها رو لغو کرد و گفت آقا بدهیایی هم که داشتیم نمیخواید بدید، امتیازایی هم که داشتیم لغو، دارایی هم که اون تو نگه داشته بودن پادشاهی روسیه تزاری، گفت برای خودتون اینها فرق کرد دیگه. خط اصلی حمله
شد چی؟ شد بریتانیا. یعنی مردم ایران دشمن خودشون رو کی میدونستن؟ بریتانیا. و این خیلی مهم بود دیگه. اون موقع روسیه نبود دیگه، روسیه کشیده بود عقب، گفته بود که ما دیگه نیستیم دیگه، شما خودتونید و به هر حال انگلیس‌ها. خیلی نفرت بود، چه در بین مردم عادی، چه در بین روشنفکران، چه در بین ملیگرایان، چه در بین اونهایی که در قدرت بودن، چه حتی در بین نیروهای اسلامگرا و غیره و غیره. بسیار حس نفرت وجود داشت نسبت به اول روسیه، بعد که روسیه رفتن شد بریتانیا. دیگه کار به جای رسید که رهبران طوایف، رهبران قبایل و خلاصه هر کسی دیگه که میدیدید از دست انگلیس شاکی بود. از همه مهمتر این که به شدت نسبت به قرارداد 1919 یا همون قرارداد 1298 مشکل داشتن. تهران اون زمان 26 تا نشریه داشت در شهر تهران. از 26 تا نشریه 25 تا نشریه این قرارداد رو محکوم کردن و علیهش مطلب نوشتن. میخوام میزان نفرتی که از بریتانیا و انگلیس وجود داشت رو اون موقع بدونیم. لنین سال 1918 میاد تمام ادعای نظامی اقتصادی روسیه تزاری رو کلا نفی میکنه و توی نامه‌ای که می‌نویسه و بیانیه‌ای که می‌نویسه میگه اصلا این نافی استقلال ایرانه و ما نمی‌خوایمش، اون رو مردود اعلام میکنه. تابستان سال 1919 دولت روسیه جدید یا همین حالا شوروی هر چیزی از همه ادعای روسیه تزاری در ایران میگذره، بدهی‌ها هم میبخشه، امتیازات هم لغو میکنه، پس میده، دارایی‌های هم واگذار میکنه. البته بگم اون موقع اگه می‌خواستن هم نمیتونستن بگم انقلاب شده و به هم دیگه نکته هم نباید فراموش کنیم، ولی به هر حال لنین همون سال اولین بیانیه داد گفت این علیه استقلال ایران. توی مدت کوتاهی ما از شر روسیه نجات پیدا کردیم، ولی متاسفانه بعدش به محض اینکه سیستم چرخید و جنگ جهانی اول و بعد جنگ جهانی دوم تموم شد، روسیه برگشت به همون مدار سابق خودش و دوباره توسعه طلبی. ولی حالا برای ما مهمه که بدونیم چرا این اتفاق افتاد، این چرخشه برای چی بود. از اول کلاهبرداری بود یا یه اتفاق دیگری افتاد؟ من یکم میخوام راجع به اینم صحبت بکنم. اوت 1918 یه آقایی به اسم دیوید ناریس، این ناخدا از نیروی دریایی ملکی بریتانیا بود، این ناوگان کوچیکی درست کرد تو دریای خزر برای اینکه بره و باکو رو اشغال بکنه. دقت کردید که انقلاب شده، بولشویک‌ها به قدرت رسیدن، لنین به قدرت رسیده، هنوز نتونسته کشور رو جمع کنه، دور تا دورش تحت محاصره است. یک ناخدای بریتانیایی میاد دستور میگیره یک نیروی دریایی درست میکنه، ناوگان کوچیکی تو دریای خزر درست میکنه با مأموریت اینکه بریم باکو رو بگیریم، همون بزرگترین شهر نفتی اون موقع جهان. خب سال 1919 بریتانیا این ناوگان رو داد به روس‌های سفید که علیه روس‌های سرخ خب بجنگن. دقت بکنید 1918 ناوگان درست میشه برای اینکه باکو رو اشغال بکنه. 1919 بریتانیا میاد این ناوگان رو میده به روس‌های سفید، میگه برید با روس‌های سرخ، یعنی لنین و بولشویک‌ها اینا بجنگید، کودتا کنید، خلاصه بزنید سرنگونشون کنید. اما این نیروها میپاشن، در نهایت 18 تا کشتی جنگی باقی میمونه، فرار میکنن کجا میان؟ از بعد روزگار انزلی در استان گیلان. خب من منابع اینم بعداً بهتون میگم که کجاست. بریتانیا اون موقع خب طرحان ایران دستش بود دیگه. بریتانیا میاد این ناوگان رو توقیف میکنه، یعنی این 18 تا دونه کشتی که باقی مونده از اون ناوگانی که قرار بود باکو رو بگیره، بعد علیه لنین و بولشویک‌ها جنگیدن، بعد شکستان تارمار شدن، اومدن فرار کردن. 13 تاشون رسیدن به انزلی امروز ما. خب این توقیف موند و گفتن خب ما اینا رو دیگه نمیدیم. از این حرف بهار 1920 این دفعه رسید رزناو، بخش اون 18 تا کشتی 13 تا رزناو کشتی جنگی از شوروی این دفعه اومد و گفت ما اومدیم اینا رو پس بگیریم. اینا ما بودن دیگه، ما روسا بودن، الان در رفتن اومدن ایران تو انزلی. بریتانیا اینو توقیف کرده، ما هم اومدیم اینو بگیم، نیرو پیاده کردن و محاصره کردن و غیره و غیره. خب این کجاست؟ این 28 اردیبهشت 1299 13 تا رزناوی که میانو حمله میکنه، حتی پادگان انگلیس رو هم محاصره میکنه. جالب قضیه فرمانده نیروهای بریتانیایی، فرمانده پادگان بریتانیا توی ایران، خب
نامه میزنه، تلگراف، من نمیدونم هر کاری میکنه، پیام میگیره، تلفن میزنه که بابا من چیکار، با کشتی جنگی اینا اومدن، ما هم محاصره کردن، ما چیکار بکنیم، بجنگیم، به ما یه چیزی بگید. هیچ جوابی از لندن براش نمیاد و این در نهایت اینجوری که نمیشه، ما هم تعریف اینا نمیشه، تسلیم میکنه کل پادگان و ابزار و هر چی که تو انزلی بود و تو پادگان بود اون کشتی تسلیم میکنه، میگه فقط شما ما رو نکشید، ما بریم، خداحافظ شما. دقت بکنید، پیام میده به لندن، لندن جواب نمیده، فرمانده نیروی بریتانیایی خودش رو تسلیم میکنه. خب قضیه مال کیه؟ مال 28 اردیبهشت 1299. حالا یک چیز جالب اتفاق میفته وقتی که شوروی میبینن که مدام از سمت ایران، از سمت گیلان و انزلی و سواحل ایران براشون خطر در وجود میاد و بریتانیا رهاشون نمیکنه، یه مدت بعدش جمهوری سوسیالیستی گیلان رو ما شاهد هستیم. توی گیلان میرزا کوچک خان و غیره قصدشن به هیچ عنوان تجزیه ایران نبود، برنامه‌شون برای کل ایران، یعنی قرار بود کل ایران رو بگن یه جمهوری تشکیل بدن. این حالا خوب بود بد بود اینا من کاری ندارم، برنامه به هیچ عنوان تجزیه نبود. خب به این فاصله زمانی شما دقت بکنید، به این توالی زمانی شما دقت بکنید. شهریور 1322، یک سال قبل از پیشنهاد نفتی شوروی به ایران، یک سال قبل از اینکه شوروی اصلا به ایران بگه که آقا من امتیاز نفت شما رو میخوام، خب شهریور 1322 یه اتفاقی جالب میفته. شرکت استاندارد وکیوم که در مالکیت مشترک استاندارد اویل نیوجرسی و سکونی وکیوم بود، حالا من امیدوارم اسم رو درست گفتم، تلفظم حالا نیست، بی سر و صدا اومدن و شروع کردن این سری مذاکرات کردن برای اینکه سری امتیازات نفتی بگیرن برای آمریکا. کجا؟ اول توی بلوچستان ایران، یعنی هدف اول این بود. توی شهریور 1322 هیئت مخفی آمریکایی اومده بود که سری امتیاز نفتی برای آمریکا بگیره توی ایران. کجا؟ توی بلوچستان. ولی کم کم این رشد کرد، رفت به سمت مناطق دیگه از جمله مناطق شمال. بریتانیایی ها تونستن رمسار رو کدگشایی بکنن، حالا از طریق تلگراف و این چیزایی که بود، این پیامی که رمزش کردن، فهمیدن که آمریکایی‌ها اومدن دارن مذاکره میکنن، امتیازات نفتی میخوان. امتیازات نفتیشون هم دیگه فقط تو بلوچستان نیست، تو شمال ایران هم یعنی ادعای چیز نفتی دارن. داد انگلیسی‌ها در اومد. خب حالا این دلیل هم خیلی مهمه، میگن نفت انگلیس اصلا مهم نفت ایران اصلا برای انگلیس انقدر مهم نبوده، کل نفت ایران اصلا پولش مگه چقدر بود، انگلیس‌ها انقدر پول داشتن خودشون. اینا عین صحبتی که در زمانی که بخشی از راستا از دفاع میکردن از حمله خارجی به ایران، دقت بکنید دقیقاً از حمله خارجی به ایران. خب یکی از دلایلی که میوردن این بود مگه کل نفت ایران مثلا چقدر پولش، جی دی پی آمریکا انقدر، بعد این پول نفت یک سال ایران یا کل نفت ایران تقسیم میکنن به جی دی پی آمریکا، میگفتن رقمی نیست، بنابراین اصلا آمریکا نیاز به نفت ایران نداره. واقعا اصلا شاهکار صورتبندی عدد و رقم. ببینید شما این همه تقریبا همه آمریکا رو یکی از چیزایی که مهمی که میشناسن باهاش اسلحه است، ناو هواپیمابر، موشک، تجهیزات، هواپیماهای بدون سرنشین، این اون فلان. یه صنعت خیلی بزرگ صادرات تسلیحاتی هم معروف کشورهای جهان هم سر دست میشکنن برای اینکه این تسلیحات رو داشته باشه. خب اگر بیاید کل بودجه نظامی آمریکا رو یا کل درآمد حاصل از صادرات تسلیحات آمریکا رو به همه کشورهای جهان جمع بزنید و تقسیم بکنید به جی دی پی آمریکا، فکر می‌کنید به چه عددی میرسید؟ جواب اینو بهتون نمیگم، خودتون به تحقیق بکنید، خودتون به حساب کتاب بکنید و وقتی شوکه شدین یادی از بنده حقیر هم بکنید و یادی هم بکنید که این چقدر این استدلال میتونه نادرست و مزخرف بشه. مسئله بر سر چیزی بیشتر از پول بود. مسئله انرژی که فقط مسئله پول نیست. اوکی تو خیلی پول داشته باش، وقتی نتونی انرژی رو تامین کنی وسط جنگ، بلایی که سر ژاپن اومد سرت میاد، بلایی که سر آلمان نازی اومد سرت میاد. و بریتانیا دلیل دیگه داشت، میگفت ببینید اصلا برای من فرقی نداره که شوروی امتیاز نفت شمال رو بگیره یا آمریکا امتیاز نفت شمال رو بگیره. چرا؟ چون وقتی اینا بگیرن اقتصاد حوزه استرلینگ ضعیف میشه، اقتصاد حوزه
حوزه پولی بریتانیا ضعیف میشه. اینا وقتی نفتشون داره به من میدن، پولم از من دارن میگیرن، مجبورم با اون پولم مبادله این انجام بدم، منم مجبورش میکنم از من خرید بکنم. این وقتی بره دلار بگیره یا روبل بگیره یا اصلا پول هر کشوری رو، اقتصاد حوزه پولی بریتانیا و انگلیس ضعیف میشه. حالا فرقی نداره میخواد شوروی باشه میخواد آمریکا باشه، بخاطر همین داد بریتانیا در اومد که اصلا کی گفته شما بیجا کردید، چرا مخفیانه رفتید اونجا. خیلی اعتراض کرد. حالا خوب دقت کنید، اینا دیگه صحبت من نیست، میگم از کجا. سفارت انگلیس، دو نقطه. سفیر آمریکا به علاوه فرزند رئیس جمهور پیشین آمریکا در ایران سرگرم مذاکرات نفتی هستند. هدف خارج کردن شرکت‌های انگلیسی از دور بر مبنای پیشنهاد 50-50 است. یعنی بیان با ایران قرارداد ببندن، برعکس انگلیسی‌ها که پول خوردی به خاطر نفت ایران میدادن و الان می‌سرم دفاع می‌کنم میگن نه خیلی خوب بود که این کارو کردن. اون موقع هم آمریکایی‌ها و هم شوروی‌ها پیشنهاد دادن 50-50، یعنی بیان یه شرکت تأسیس بکنیم، مثلا شرکت نفت ایران و آمریکا یا شرکت نفت ایران و شوروی، خب، و بیایم با هم دیگه شرکتی شروع کنیم نفت شمال استخراج کردن، هر چی هم درآمد 50-50، نصف شما نصف ما. که این فرمول هم آمریکایی‌ها توی ونزوئلا اجرا کرده بودن. این فرمول رو تو خیلی جای دیگه هم اجرا کردن. به ایران که رسید چه پول خورد و حالا همه میگن مود شده امسال که دیگه دارن دفاع میکنن از این کودتا. خیلی جالب میشه. پس این اظهارات سفارت انگلیس. بعدی سفارت آمریکا، دو نقطه. شاه و نخست وزیر ایران هر دو تا پایان که امتیاز نفت شمال رو به ما بدن. به ما یعنی کی؟ به آمریکا. ولی خب گفتن که چیز بشه، هر امتیازی که ما می‌خوایم به شما بدیم بمونه بعد از پایان جنگ جهانی، خب، و خروج سربازان شوروی. شما اول سربازان شوروی رو یه جوری راضی کنید، با فشار، با زور، با تطمیع، با پول، با هر چی، اول از ایران خارج بشن. از ایران که خارج شدن، ما قرارداد نفت شمال ایران رو میدیم به شما که آمریکایی‌ها. با پیشنهاد خیلی هوشمندانه هم بود از طرف ایرانی‌ها. اینی کی داره میگه؟ سفارت آمریکا داره میگه. ولی جنگ سرد شروع شد. جنگ سرد بین کی؟ بر سر نفت ایران. یعنی واقعا اگه که ادعا کنه اولین جنگ سرد، یعنی شروع جنگ سرد به خاطر نفت ایران بوده، اصلا ادعای گزافی نیست و تا حدود خیلی زیادی درست. جنگ سرد شروع شد بین بریتانیا، آمریکا و شوروی. حالا این سه تا متحد بودن تو جنگ جهانی. تو جنگ جهانی با هم متحد، آلمان و برزیل داشتن می‌جنگیدن. به نفت ایران که رسید، همه شروع کردن همدیگه رو دور زدن. همه شروع کردن با هم دیگه رقابت کردن، مذاکرات مخفی، غیره و رسما مورخان غربی، خود مورخان آمریکایی، خود مورخان بریتانیایی، کسایی که اصلا کاری به چپ و راست و اینا ندارن، فقط مورخن، تاریخ می‌نویسن، خودشون دارن میگن این جنگ شروع شد و این سه تا کشور هم دیگه شاکی بودن و اصلا یه دفعه اون اتحادی که بود توی جنگ جهانی دوم اصلا تبدیل شد به رقابت، یه رقابت خیلی خصمانه. خب منابع هم هست، من حالا همه رو آخر معرفی میکنم بهتون برای اینکه دیگه به هم نریزه. حالا وقتی این جنگ سرد شروع شد، چون همه طرفا هم دیگه زدن. یک، سفارت آمریکا میگه که نفت شمال ایران برای ما مهمه، بازار ایران هم برای ما مهمه. چرا؟ چون برای اقتصاد ما مهمه و برای پشتیبانی از امتیازات نفتی آمریکا در جنوب خلیج فارس. یعنی چی؟ اون موقع تو عربستان، بحرین و کویت آمریکایی‌ها امتیاز مهمه، هم برای پشتیبانی از امتیازات نفتی که اونجا داشتیم مهمه. خب بنابراین ما امتیاز نفت شمال رو باید داشته باشیم. کی اینو میگه؟ سفارت آمریکا. از اون طرف بریتانیا شکایت میکنه، میگه که آمریکایی‌ها، ببین لطفا اینو خیلی خوب دقت کنید، بریتانیا شکایت میکنه، میگه آمریکایی‌ها برای گرفتن امتیاز نفت شمال تبلیغات ضد کمونیستی و ضد شوروی رو انداختن، خب، و حساسیت افکار عمومی رو بالا بردن و این خطرناکه. چرا خطرناکه؟ به این دلیل خطرناکه که اگه افکار عمومی ایرانی‌ها حساس بشن رو نفت شمال، اصلا هم کاری نداره بدنش به بدنش به آمریکا یا بدنش به شوروی. خب برای بریتانیا مهم نیست. میگه اگه افکار عمومی ایران و حتی جهان حساس بشه روی نفت شمال، خب بعدش هم میان روی امتیاز نفت جنوب حساس میشن و منافع ما که بریتانیاییم به خطر میفته. بنابراین میاد میگه خب تو چرا تبلیغات ضد شوروی رو انداختی؟ چرا تبلیغات ضد بولشویکی رو انداختی؟ اینجوری حساسیت بیاره بالا، ما بریتانیا میشیم قربانی بعدی. اینو خیلی دقت کنید، اینو در بریتانیا میگه، داره اعتراض میکنه با آمریکا. خب یه نکته دیگه، سفارت آمریکا خب یه چیزی رو متوجه میشه، یه چیزی رو که زیاد بریتانیا یا زود متوجهش نمیشه.
سفارت آمریکا میگه امتیاز نفتی شما اصلا برای شوروی بهونه است. میگه ما میخوایمش، ما آمریکایی‌ها امتیاز نفت شمال ایران رو میخوایم. چرا میخوایم؟ برای اینکه برای ما مهمه، برای بازارمون مهمه، برای اقتصادمون مهمه، بازار ایران هم باید داشته باشیم. پشتیبان منابع نفتی جنوب، امتیازات نفتی جنوب حوزه حاشیه جنوبی خلیج فارس میشه. ولی میگه اصلا شوروی اصلا به همین چیزی احتیاج نداره. خب و حدس میزنن سفارت آمریکا، تحلیلشون اینه، میگه که اینا دنبال بهونن، اینا فقط میخوان خب دیگران رو از جمله آمریکا و بریتانیا رو از مرزهای شوروی و توی گیومه مناطق نفتی شوروی دور کنن. باکو رو یادتون بیاد، جنگ جهانی اول رو یادتون بیاد، جنگ جهانی دوم رو یادتون بیاد، حمله عثمانی مناطق نفتی روسیه رو یادتون بیاد، حمله هیتلر به مناطق نفتی شوروی رو یادتون بیاد، حساسیتی که لنین و بعد استالین و بعد تمام رهبران اتحاد شوروی داشتن نسبت به نزدیک شدن هر گونه قدرت خارجی بزرگ، چون در ابتدای تشکیل کشوری به اسم شوروی، در ابتدایی که لنین موفق شد پادشاهی روسیه رو سرنگون بکنه، هر کس رسید یه تیکه از روسیه رو گرفت و دور تا دور محاصره کرد. ژاپن تو خاک روسیه نیرو پیاده کرد، فرانسه تو خاک روسیه نیرو پیاده کرد، انگلیس تو خاک روسیه نیرو پیاده کرد، آمریکا تو خاک روسیه نیرو پیاده کرد. اصلا فهرست کشورهایی که تو خاک روسیه نیرو پیاده کردن انقدر عجیب و خنده داره که وقتی اول تاریخو درک می‌کنی بهت می‌کنی که آقا اینا یه دفعه چرا همه نفری تصمیم گرفتن حمله کنن به روسیه و یه جاش اشغال کنن. محاصره انقدر سفت و سخت بود که لنین که علاقه بسیار با لنین وقتی می‌خواستن خوشحالش بکنن، برعکس مثلا حاکمان خاورمیانه اینا که بهشون ساعت و انگشتر و طلا و شمشیر و موشک و هواپیما و اینا میدن، لنین عاشق روزنامه کتاب بود. میگفت آقا هر کشوری میاد، خانم آقایون هر کی میاد برای من کتاب مجله از اون کشور بیارید، به خصوص از آمریکا، از انگلیس، از فرانسه چیزای سیاسی رو برای من بیارید، جزوات رو برای من بیارید، کتاب برای من بیارید. لنین میگه تو اون دوره محاصره تا 18 ماه به من مجله هم نرسید. یعنی شما یه محاصره رو دور تا دور روسیه تصور بکنید، اصلا مهم نیست توش کیان، توش تزاره، توش روسیه است، توش چپه، توش راسته، یه جوری این کشوری به اسم روسیه رو محاصره کردن که 18 ماه مجله هم از اون محاصره رد نمیشه. دیگه ببینید صحبت سر توپ و تانک و تفنگ و مهمات و چای و پنبه و دکمه و لباس نظام شمشیر نیست، مجله هم از اون رد نمیشه. آمریکا میگه که از این سفارت آمریکا میگه به نظر ماها نفت شمال ایران احتیاج داریم ولی شوروی احتیاج نداره. ما فکر میکنیم که این بهانه است، شوروی میخواد به بهانه گرفتن امتیاز نفت شمال بقیه رو، بریتانیا، آمریکا و فرانسه و غیره رو از مرزهای خودش دور بکنه. خب این تحلیل سفارت آمریکاست. خب یا آقای به اسم جورج کنان، کاردار سفارت آمریکا در مسکو، یه جمله داره خیلی بلند. حالا من اگه خواستید میتونم اصل مطلب رو براتون بخونم، صفحه‌ش هم براتون بخونم، ولی میگه که موضع اخیر شوروی درباره نفت شمال احتمالاً درباره نفت نیست. ایران نه به عنوان چیزی که برای شوروی مهم باشد، بلکه به عنوان چیزی که اگر هر قدرت دیگری بخواهد از آن بهره برداری کند برای شوروی مهم است. دقت کردید؟ ببینید اینو دیگه نه کمونیست میگه، نه راست میگه، نه چپ میگه، نه مصدق میگه، نه این میگه، نه اون میگه. کاردار سفارت آمریکا در مسکو میگه که مسئله نفت، امتیاز نفت شمال خب برای خود شوروی مهم نیست. شوروی از این جهت که ممکنه قدرت دیگه‌ای به خاطر گرفتن این امتیاز نفتی بیاد در مرزش نزدیک بشه، خب واهمه داره و از این جهت اینجا حیاتی میدونه. از جمله اینکه این مناطق خیلی نزدیک هست به مناطق نفتی، یعنی نه تنها فقط این به مرزهای شوروی نزدیکه که به مناطق نفتی شوروی هم نزدیکه. اهمیت نفت اون موقع خیلی مهم بود. میگم ژاپن و آلمان سر نداشتن این منابع زمین خوردن. خب شوروی هم که خر نبود قاعدتا میفهمید که بعد از این منابع نفتی، منابع انرژی به چنگ و دندون محافظت کنه و به خاطر نزدیک بودن مناطق نفتی شوروی به مرزهای شمالی ایران، شوروی حساس بود. اصلا براش مهم نبود کی میخواد بیاد اونجا، بریتانیا بیاد، آمریکا بیاد، هر کس دیگه، به خاطر زنجیره‌ای که من سعی کردم براتون توضیح بدم تا پیچیدگی مسئله رو شما تو ذهنتون داشته باشید و بعدا بتونید تحقیق بکنید. حالا راجع به جنگ سرد خب و جنگ سردی که سر سه تا کشور افتاد، بریتانیا، آمریکا خب طبق قانون خودشون هر چند سالی بار، هر 30 سالی بار، حالا هر چند سالی بار، سندهایی رو از حالت محرمانه خارج میکنن و منتشر میکنن برای افکار عمومی.
در آمریکا، من در بریتانیا رو نمیدونم، این کشور به هر حال ملکه بازی و این حرفا زیاد معلوم نیست تو چه خبره، ولی تو آمریکا خب حساب کتاب داره خیلی معلومه. در آمریکا اگر یکی از نهادهای امنیتی نظامی اعتراض بکنه به اینکه انتشار یک سند ممکنه امنیت ملی آمریکا رو به خطر بندازه، اوضاع رو خراب بکنه، میاد از رئیس جمهور آمریکا درخواست میکنه، میگه که درسته که بعد از 30 سال باید این سند منتشر بشه، ولی شما بیا امضا بکن که مثلا به ما وقت بده، ما بیشتر این سندا کار بکنیم، یه کاری بکنیم، نه سیخ نه کباب، مثلا 10 سال به ما وقت بده، 5 سال به ما وقت بده، یا نه اصلا 30 سال دیگه هم اینا رو محرمانه نگه دار. خب ببین تا اینجا طبیعیه. پس اسناد محرمانه میشن، بعد از چند سال از حالت محرمانه خارج میشن، قرار منتشر بشن. حالا کشوری میاد بر اساس منافع خودش میگه من این اسناد رو میخوام منتشر نکنم، تو گاف صندوق محرمانه مهرموم شده نگه دارم، حالا تا بعدم شرایط مساعد بشه و منتشر شه. ولی خیلی عجیبه، هم بریتانیا و هم آمریکا هزاران صفحه از اسناد دخالت خودشون در کودتای 28 مرداد و کاری که تو ایران کردن و اسناد دخالت خودشون در علیه ملی شدن صنعت نفت ایران رو اومدن رنده کردن، رشته کردن، آتیش رو از بین بردن. خب بعد گفتن اشتباه شده، این سند رو قبول نگه داریم. خب اشتباه شد، مثلا به جایی که اسناد مربوط به ختم سرون نوه ملکه انگلیس رو مثلا چیز بکنیم، از بین ببریم، اشتباهی زدیم اسنادی که مربوط به کودتای 28 مرداد بود از بین بردیم. ولی عذرخواهی میکنم به خاطر این کلمه که میگم، مثلا اصلا ایران نبود، ایران اصلا تو به آرنجشون هم نبود، به هیچ جاشون نبود که ایرانی‌ها و مردم ایران بخوان اصلا ناراحت بشن، چی مسئله خودشون بود. یعنی اینا حتی علیه هم دیگه، خب بریتانیا و آمریکا علیه هم دیگه توی ایران و در ماجرای ملی شدن صنعتی کارایی کرده بودن که عین عبارت آمریکا است برای اینکه به شراکت استراتژیکمون با انگلیس الان لطمه وارد نشه. حالا حساب کنیم مثلا 50 سال 60 سال 70 سال همینجوری گذشته مثلا، خب میگه ما نمیتونیم منتشر کنیم، اگر منتشر بکنیم آمریکایی میگیم که به روابط خوب با بریتانیا لطمه وارد میشه و اینا رو رنده کردن، از بین بردن و یه سری اسنادی هم که از بین نرفته همچنان دولت‌های مختلف تو آمریکا دموکرات و جمهوری‌خواه سر کار میان و اجازه انتشارشون رو نمیدن و همچنان در حالت محرمانه نگه داشتن. ولی باز تاکید کنم دلیلش اینه که نمیخوان بین آمریکا و انگلیس امروز شکراب بشه. اصلا مردم ایران هم کلا به هیچشون نیستن، اینو بدونید، راجع به اینم بخونید. هزاران صفحه سند رو از بین بردن و گفتن که اشتباه شد. اینم داشته باشید، این نکته که راجع به جنگ سردی گفتم که اونجا داشتم میکردم. حالا این امیدوارم که این سیری که بهتون گفتم و یادتون نره، جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، حمله به منابع نفتی شوروی، ترسی که شوروی از نزدیک شدن هر گونه نیروی خارجی به مرزهای خودش داره، حافظه تاریخی که داره شوروی. ببین این کارهایی که شوروی کرد یه بخشش مربوط به خاطرات تلخ دوران بچگی شد، مثل خاطرات تلخ دوران بچگی جمهوری اسلامی. خب اومد مثلا عراق حمله کرد، جنگ شد، حالا اینا البته کارایی کردن، حالا سیخای اینا رو زدن اینا، ولی بعد بهش هواپیما ندادن، بهش کشتی ندادن، اینا رفتن دورخیز کردن سمت موشک و اینا، موشک و پهپاد اینا. همچنان هم جنازه با اینکه سال گذشته همینطوری دارن موشک و پهپاد درست میکنن، ولی خب یه استدلالی هم دارن دیگه، میگن که خب اگه به ما میدادید، کشتی میدادید، مثلا فرض کنید 16 میدادید، حالا کار ندارن به خاطر روابط داغون خارجی جمهوری اسلامی و به خاطر مسائل مشکلات خیلی زیادی که من نمیخوام تک خطیش بکنم. یکی از عواملش این بود که به حال ندادن و میگن خب باعث این رفتارا تو جمهوری اسلامی شده، عشق موشک شده، حساسیت پیدا کرده به نمیدونم غنیسازی و اورانیوم و پهپاد و اینها. خب این بچگی جمهوری اسلامی بود. بچگی شوروی این بود که اون دوره که تو گفتم 18 ماه جوری محاصره کردن که حتی مجله به لنین نمیرسید. خب این سیر رو داشته باشید. شوروی اومد گفت تا زمانی که امتیاز نفتی شمال ایران رو به ما ندی، ما نیروامون رو از ایران خارج نمی‌کنیم. یعنی توافق کردن با بریتانیا، توافق کردن، گفتن نیرومون رو خارج کن. توافقی که کردن شوروی گفت نمی‌کنیم. گفتن چرا نمی‌کنید؟ گفتن باید امتیاز نفت شمال رو بدید به ما که کیم؟ شوروی. حزب توده هم که حالا ازش دفاع کرده از این حرفا، تو کتابای تاریخ و معلم پرورشی و معلم دینی و معلم تاریخ و صدا سیما و آخوند اینا هم میگن که ببینید حزب توده قائم بود، همشون ضد میهم بودن، همشون بی وطن بودن. چرا؟ چون از امتیاز نفتی شمال
دفاع میکردن خب برای روسیه، ولی پایین میگفتن که نباید نفت چیز بشه، ملی بشه. خب ما میخوایم راجع به این صحبت بکنیم. شوروی گفت تا امتیاز نفت شمال ایران رو به من ندید، من سربازام رو از ایران خارج نمیکنم. خب بعد یه کار دیگه، حالا که شما افتادید دنبال امتیازات نفت تو شمال، حالا که میخواید به بهانه نفت شمال ایران آقایون و خانم‌های انگلیسی و آمریکایی میخواید نیرو بیارید توی مرزهای من، حالا که اینجوری شد منم اصلا میرم از ایالت‌های خودمختار دفاع میکنم، فرقه دموکرات آذربایجان و فرقه‌ای که توی مناطق کردنشین درست شد دیگه. شوروی سنگ تمام گذاشت دیگه، گفتش که منم از حالا که اینجوری شد اصلا دفاع میکنم، اصلا شما رو کلا مچل میکنم دیگه، یا نیاید سمت مرزهای من، یا به حالا فضای جنگ جهانی ها فراموش نکنید، فضای بعد جنگ جهانی هم هست. گفت یا نیایید به سمت مرزهای من، یا اگر اومدید خب دیگه منم از این کارا میکنم دیگه. خب حالا اینو داشته باشید. تو این فضا قوام رو فرستادن که بره با شوروی صحبت بکنه که نیروهاشو خارج بکنه. خب نکته های قشنگ ماجرا حالا اینجاست. الان مد شده میگن قوام و زاهدی رو باید اعاده حیثیت کنیم، اینا خیلی آدمای خفنی بودن و خیلی وطن پرست بودن و زرنگ بودن. یعنی فکر کنید یه آقای به اسم قوام بوده، بلند شده رفته سر شوروی رو کلا گذاشته، گفته که آقای شوروی شما بیا نیروهات از ایران خارج کن، منم امتیاز نفت شما رو بهت میدم، ولی بعد برگشته شوروی هم نیروهاشو خارج کرده، ولی ایران امتیاز نفت شما رو نداد. شوروی کی این کار کرده؟ یه آقای قوامی تنهایی رفته این کار کرده. ولی نه، واقعیت این شکلی نیست. اینا فیلم هندیه. خب مثل اینکه تشت به این نتیجه رسید که چه میدونم استالین و رئیس جمهور آمریکا و نمیدونم قوام و شاه اینا همه هم دیگه داداش بودن، یا هم دیگه مثلا خلاصه فک و فامیلی بودن، بعد زمان بچگی دزدیدنشون و آخرام که یکی در فیلم هندی میخونه دست در دست هم، آهنگ هندی میخونه دست در دست هم دیگه، به خوشحالی و شادی. نه، واقعیت خیلی متفاوت از اینه و اصلا این شکلی نیست. مصدق در این ماجرا هم ناجی ایران بود. شخص دکتر مصدق که تیزهوشی این آدم، قدرت تحلیل این آدم و شطرنج بازی کردن این آدم رو دقیقاً در ماجرای خروج نیروهای خب شوروی از ایران میتونید ببینید. مصدق اون موقع در مجلس بود، خودش به نخست وزیر قوام رأی داد، در مثبت داد. آخرین روز مجلس 14 هم قوام کابینه‌شو معرفی کرد به مجلس، تصویب شد. چند ساعت بعدش سوار هواپیما شد رفت مسکو که با استالین مذاکره بکنه که بلکه این نیروهاشو خارج بکنه. ولی دکتر مصدق یه حرکت تاریخی زد اینجا. همون روز یه مصوبه تصویب کرد، گفت آقایون هیئت دولت وزرا در جریان باشید اصلا و ابد اجازه بستن هیچ گونه قراردادی در رابطه با امتیاز نفت شمال ندارید مگر اینکه تشریف بیارید مجلس. دست قوام بست، اون وقت فرستادش، گفت برو راجع به خروج نیروهای شوروی از ایران مذاکره کن. خب این واقعا شاهکار دکتر مصدق بود تو این قضیه. یک قانون خیلی عالی دیگه هم گذاشته شد. گفتن آقا تا زمانی که سربازان خارجی، هر سرباز خارجی میخواد آمریکا باشه، بریتانیا باشه، شوروی باشه، از ایران خارج نشه، انتخابات مجلس وردی هم برگزار نمیکنن. پس ببینید چه شد. اگر امتیاز نفت شمال میخواد باید انتخابات مجلس برگزار بشه. اگر میخواد انتخابات مجلس برگزار بشه، پس باید چیکار بکنید؟ پس باید بیاید خب نیروهاتون از ایران خارج بکنید. مصدق این کارو کرد و قوام رو فرستاد جلو و قوام هم خیلی چیزشونه این دوتا رو اومد مطرح کرد، گفت من که اجازه ندارم قرارداد ببندم. خب تا زمانی هم که نیروهاتون رو خارج نکنید که نمیشه چیز کرد، نمیشه انتخابات مجلس برگزار کرد. برای شما باید نیروهاتون رو خارج بکنید خب تا ما هم بتونیم طرح ببریم، این انتخابات مجلس برگزار کنیم، طرح ببریم مجلس و بعدا قرارداد نفتی شمال رو به شما بدیم. سفارت انگلیس شنود مذاکرات رو داشت دیگه، خب از طریق یا جاسوسی شنودی هر چیز دیگه. خب خودش عین عبارتی که میگه مصدق اول دست قوام رو بست و بعد برای مذاکره فرستادش پیش شوروی تا قوام نتونه به شوروی امتیاز بده.
این فرصت این لایو داره تمام میشه، من اینو قطع میکنم توی لایو دیگه.